بهاری که از راه می رسد بسیاری از افراد دچار مشکل آلرژیت می شود و این موضوع آنها را آزار می دهد. آلرژیت علائمی دارد که می توانی با آشنایی به آنها درمان حساسیت فصلی کمک کرد. سلام علیکم هموطنان گرامی، به امید صحت و سلامتیتان مرسل جبارخیل هستم با یک ویدیوی معلوماتی درباره آلرژیت یا حساسیت. تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید تا بدانید آلرژی چی علائم و عوامل دارد. آلرژیت یا حساسیت واکنش‌های مثل عطسه، سرفه، آبریزش بینی را به اسم آلرژیت میشناسیم. علائم آلرژیت یا حساسیت: مشکلات در تنفسی، التهاب چشم، پوست، عطسه، آبریزش بینی، خارش گوش و گلون. دلیل مبتلا به آلرژی: سیستم ایمنی بدن به اشتباه علیه عوامل آلرژی زاد پاتن تولید می کند. درمان آلرژی یا حساسیت با متخصص آلرژیت با مشوره دکتر یا دواساز درمان می گردد.